در اینجا یک چیزی است جنرال صاحب. بکنین سایل نکنین. میخ زدن. پس میخ بکشین، عجله کنین، زود باشین. امرتان بجا میشه. اما جنرال خوب گوش کن، میخوایم براتان یک گپ بگویم. این رازه نگاه کنین، عجله کنین، باز کنین. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. ترکی از خبر کشید، میفهمی؟ ما بعد از این هر نفسی که میگیریم مدیون ما هستی. الیف دخترم کجاست؟ با مرگ دست پنجه نرم میکنم. نه خیر. رانا دیدی که ما چی کردم میتونم؟ اگه میخوای مثل گذشته باشی بفرما، اما مادرها درباره آینده اولاد خود فکر میکنن. اگه به خاطر دخترت خاموش باشی خوب میشه. الیف عشقم، هیچ نترس. از این شهر میریم، در یک جای میریم که هیچ کسی ما رو نشناسه، به هیچ کسی خبر نمیتیم. حالا الیف لطفاً چشمایت باز کن. بیا چی شده پدر؟ امضا نکردی اما تونست؟ امضای چی؟ به خاطر بیمه‌ای چرا نمیفهمی؟ کدام سندی رو امضا کردی؟ آگه سند به قرارگاه برسه تباه میشی. یگانه مشکل تو همی است ها؟ وضعیت خانم من نمیبینی؟ جنگ نکنین، او محصل است، در ضمن خودش هم بیمه داره. تو دانه تبستکا لطفاً سر هیچ چیغ نزنه. اردام تو گپ نزن. بسیار دا کارو دخالت کردی. از ما دور باش. اینا رو گرفت از اینجا برو.
در اصل تو از اینجا برو. در جایی که مربوطت است پیش صاحب خود برو. تو مهره هستی، مهره جنرال قدرت هستی. تمام کارهای کثیف خودت توسط تو انجام میده. به خاطر که پدرم هستی میشرمم. ای احمقه ما از قبر بیرون کردم. کاشی کارو نمیکردم تا میمرد. حال پشیمان هستم. از اینجا برن. اینا رو بگی. اینا طلای ایلیف است. چرا کم است؟ دخترم مفت گرفتن؟ ها مفت گرفته احمقه. باید این قسم میشد. کسی که پدرش بالای سرش نباشه این روزا سرش میایه. اما تو هیچ تشویش نکن. من انتقام تمامی کارا رو از اونا میگیرم. هم جزیه دختر من میتن، هم برابر وزنش برم طلا میتن. پدر بیشتر از این خودت مشکل ننداز. میگه بسیار اوگار کردن پدر جان. دختر تو را به ما چی غرض است؟ توبه هر قدر خاموش باشیم ما را زیر پا میکنن. جنرال حتی با دیدنم نامد، اما او نیز وقتی خانمش ازش بخواه البته که کاری خواد کرد. تو چطور این کار ده اینجا انجام میدی؟ احمق اطلاع را به خاطر چی از تو خواستم؟ در داخل یک نفر است. افرادش در مقابل شفاخانه منتظر هستند. اگه همین لحظه امر کنم ایلیف اختطاف میکنن. تا وقتی که جنرال خواسته ما قبول نکنه ایلیف رها نمیکنن. سنجر چی شده؟ جنگ کردین؟ پدر و بچه همیشه جنگ میکنن، اما این بار فرق میکنن. بعد از این دینیز دشمنم است. تو چه قسم گپ میزنی سنجر؟ ای چی منی داره ها؟ شنای تو نمیفهمی. زموتر بشی. نه خیر، تا که برم توزینتی نمیشینم. درست است میگم. از دینیز شکایت میکنم. قسمه که به خائنین دیگه جزا داده میشه، با او هم همه قسم جزا داده میشه. میخوای می بازی ختم شوه. شنایی دموتر بشی. شنایی گفتم دموتر بشی. عجله کو. رانا کارای دیشب با عملیات ویژه نیروهای خاص اردوی کشور نجات داده شد. تونستین عملی دستگیر کنین آقا؟ شخص اختطاف کننده را که پیدا کردیم مرده بود. و دیگه اعضای گروپ چطور؟ امنیت وظیفه خود انجام میده. همچنان سارنوالا. هدف ما ایجاد اردوی قوی در مقابل ای تهدید است. از طریق کمره های شما برای خانواده میگم، مخصوصا برای مادران، لطفاً بسیار زیاد متوجه باشین. فرزندای خودت تومه تروریستان نسازین. اگر با وضعیت مشکوک برخوردین حتما خبر بتین. خب آقا، در اون صورت باز به کی خبر بتین میرم بگوین؟ به زودی با همکاری اردوی کشور و ریاست امنیت ملی یک خط ارتباطی مشترک ایجاد میشه. با همکاری مردم خود از دستای ای گرگای وحشی نجات پیدا میکنیم.
بعد از این هر قدر خواسته باشی دروغ گفتم میتونی. دخترم ما گرفته از اینجا میرم. دیگه چهرت هم نخواد دیدم. کل ما بسیار خوب میفهمیم که رهبری ضعیف قبلی دانشگاه را در چی یک وضعیت بد قرار داده. ضرور بود که مداخله سریع صورت بگیره. خب ما هم این کار انجام دادیم. میفهمم که هدف شما و من یک چیز است. هیچ یک از این تروریستا را در این دانشگاه نمیخواییم. همونطور نیست آقای جانر؟ ما با شما هم نظر نیستم. با ما محصلین چادردار و محصلین بی چادر تفاوت نداره. بعد از این تفاوت پیدا میشه به خاطری که یک خط ارتباطی ایجاد میشه. بر کسی گزارشدهی مردم وقتی کوچکترین قضیه مشکوک از تروریستا دیدن باز به شماره زنگ زده میتونن. چطور یعنی؟ هر کسی از یک دیگه شکایت کنن؟ از شوهر، دوست، همسایه، اقارب، حتی از همکارای خودم شکایت میتونن. یعنی هر کس اگر بعد از این بیشتر متوجه باشه بهتر خود بود. بفرمایید خان صاحب. دختر خوردیم برات آورده. ایرک آوردی زیاد نیست اما دلم برات میسوزه. به خاطر که حق تبدیس بیاری قبول میکنم. بته که دستایتان ابو بسم. بس از سوپالوسی نکن. دخترم میگیرین همونطور نیست؟ پیشوی شفاخانه هم منتظر هستن. حالا براشون خبر میتون. فقط 3 روز وقت داری. 3 روز بعد دوباره دختر به شفاخانه میبرن. گفته باشم 3 روز به ما بس است. حتی زیاد آمد. خداوند ازتون راضی باشه. شما دختر اختطاف کنین دیگه هیچ مهم نیست. بفرمایید خان صاحب. امرتون بجا میشه خان صاحب. با گرفتن دختر بله میریم. کارا نکو سنجر. زندگی بچه ما را تبا میسازی. وون که تبا شوا شنایی. من هر روز تبا نمیشم. بس است دیگه. پشیمان خود شدی. ایرا برگشت نداره لطفاً. میفهمیدم که راه برگشت نداره. قصدن این کار انجام دادم. وون که غرق شوه. میخوایم غرق شوه. خوب است. شما پدر بچه با هم جنگ کنین تا که او دختر خوش شوه. افتخار کنه بگویه که ما چقدر با ارزش هستم. دیگه راه حلی وجود داره؟ داره. کار را که دفعه قبل انجام داده نتانستم عبارت من انجام میتم. گپای بیهوده نزن شنایی. من میرم. او دختر از بین میبرم. شنایی تو عقل خود از دست دادی. گذشته را فراموش کردی و مشکل تو را از زندانی شدن نجات دادم. از دست او خسته شدیم. پیش مادرش روانش میکنم تا بیغم شدی. هرگز تیه کار انجام نمیتی. گفته باشم همه چیز ده خطر است سنجر. خانوادیم، عزتم، اولادم، همه چیز من ازم میگیره. هنوزم باید صبر کنم. بله صبر میکنی. گفتم صبر میکنی.
به خاطر که داخل راه رسیدیم، راه برگشت نداریم. بهترمی است که جنرال قدرت ای همه را از زبان خودم بشنوه شنوی. ای کارا نکو سنجر. دیگه هیچ کاری از دستم ساخته نیست شنوی. دنیز مرا مجبور ساخته، مجبور. با ما کم وقت بده. میرم همراه دنیز گپ میزنم. فقط گپ میزنی؟ تانست فقط امی راه حل پیدا کنی ها؟ یعنی با یک کار دورم میتونی قناعت بتی؟ ای بار قانع میشه. باز خود دیدی. من فقط از تو یک روز وقت میخوایم. بعدش؟ بعد از او دنیزو دختره اعلامیته وعده میتون برد. قبول میکنم. ایره یک دقم تنها نمیمانن. دنیز الیف خوب است؟ از اینجا برین. خانم مرا راحت بانین. او دختر با خبر. شما هیچ چیزی او نمیشین. پس حال دیگه ما میریم. بیا سایلا. دنیز ای کار کردن نمیتونی. من مادر او هستم. ما هم شوهرش هستم و بیشتر از شما به فکرش هستم. او را راحت بانین. نمیتونم. از دخترم جدا شده نمیتونم. بیبی یک کاری میکنیم. او را هم گرفته از اینجا میریم ها. این مشورهای تا پیش خود نگاه کن. الیفا گرفته از این شهر میرون. بار دیگه چهرش هم دیده نمیتونین. این کار ده حق من انجام نده. به الیف ضرر رسانده نمیتونین. از ما و خانمم دور باشین. درست است. 5 دقیقه داخل برین. برای آخرین بار ببینینش و بعدا از اینجا برین. گوش کن شنایی. امروز وقت داری که همراه دنیز گپ بزنی. اگر نه فردا صبح ما پیش جنرال قدرت میرم. درست است. اونجا رو ببین. آقا دنیزم بیرون شد. برو همراهش گپ بزن. عجله کن. گوش کن. گپای ما فراموش نکنی. به خاطر خوبی تو این کارا میکنم. چی میشه مرا ببخشی.
بعد از این امکان نداره که ما و پدرم در یک جای باشیم جنرال صاحب. از این خاطر میخوایم تبدیل شوم. باید درباره خانم خودم فکر کنم. عجولانه تصمیم نمیگیری؟ این کار به نفع همگی است. ای را میفهمی وقت به خاطر تبدیلی مراجعه کنی متحیل بودنت افشا میشه بچیم. میفهمم اما ایلیف از کسی پنهان نمی کنم. میخوایم امروی او زندگی جدید آغاز کنم. به هر مسیری که سرنوشت مرا برد میرم. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم جنرال صاحب. به خاطر که از کسی دیگه خبر نشین خواستم خودم براتون بگویم. بعض کارهای دیگه هم است که باید انجام بدی قماندان دینیز. خداوند واقعا معجزه کرد دخترم. یک چانس دیگه داد که ما هم دیگه را پیدا کنیم جانم. خدا را شکر که ما و تو نجات پیدا کردیم. اما بعد از اینجا بودن نمیتونیم. ما را آرام نمیمونن جان مادر. از اینجا با هم دیگه میریم بدون که به کسی چیزی بگویم فرار میکنیم. بعداً بدنی زنگ میزنیم که بیاید. اول عصبانی میشه اما بعداً درک میکنه. او هنوز حسرت دیدن اولاد تجربه نکرده. کم مانده دخترم، کم مانده. تو را از اینجا میبرم. منتظر مادرت باش. یک دقام تنها نمیموننش. خان صاحب است. بفرمایید خان صاحب. چی کردی و آدم؟ دختره گرفتن؟ یک لحظه تنها نمیمونن. دکترها از یک طرف دوست داشت از طرف دیگر. اولین فرصت اختطافش میکنیم. شما تشویش نکنین. درست زیاد طول نکشه. متوجه باشن. چی شد خان صاحب؟ دختر ما گرفتن؟ لق سایل نکن. بگیرنش برو. یک چای بیار که گلونه ما خشک شد. معذرت میخوام خان صاحب، بچشم. تو بخواد. این مشکل بیبی. نی از چای نوشیدن خسته شد، نی از قهوه. برو تشنه و پاکو. بیا پشت ما کیسه کو. یک بار از اینجا بیرون شوم. زیاد پر نگو. چای بیا. ایره سایکو. توبه استغفرالله. زار زقام کو. زهر شوا برد. لعنت خدا به سرت. بفرمایین خان صاحب. نوش جانتان دیگه امر باشه.
لعنتی. او هم داخل رفت. حالا ما او تو تنها ماندیم دختر احمق. ما راستین. برات گفته بودم که بچه ما دوباره از پیشت میگیرم. ببین که چه قسم از پیشت میگیرمش. اما بازم خوش چانس هستی. بدون درد کشیدن از بین میری. دینیز؟ خانم رنا رفت؟ چرا اینقدر سرش جیغ زدی؟ خواسته خبر دخترش بگیره. نمیفهمم فیلیز. مهم نیست، حالا رفت. حالا نباید لیفتنا کنیم. شما اینجا چی میکنن خانم؟ این دختر عروسم است. عروسم وقتی که سیرومش قطع شده بود مام خواستم از دستش دورش کنم. اجازه بدین ما ببینم. چرا خبر نمیتین؟ بار دیگه سر به خود رقم کار نکنین. لطفا بیرون شوین. مادر؟ دینیز جان؟ ما با دیدن ایلیف دخترم آمدم. کدام مشکلی است؟ نه خیر مشکلی نیست، من حلش ساختم. لطفا بدون اجازه داخل نرین. اول خواستم مبارکی بدم. چند دقیقه پیش از پیدا شدن خانم رنا خبر شدم. بسیار تشکر. در جستجوی رنا شما را کم خسته ساختم. این وظیفه ماست جانم. در اصل من به کار شما ایران هستم. بسیار به سادگی خانم رنا را پیدا کردید. بله. از تجربه استفاده کردم. براتان چی کمک کردم میتونم جنرال صاحب؟ دوسیه مربوط به خط گزارشدهی را بررسی کردم. بازم مثل همیشه بدونی که از کسی مشوره بگیرین همه چیز نهایی ساختین. میخواستین چیز علاوه کنین؟ البته میخوایم رهبری و خط به شخصی که مورد قبول کل ما باشه بتیم. جوان با اراده، کسی که از وظیفه خود سوء استفاده نکنه و گزارشات مردم از صادقانه بررسی کنه. یک جوان با استعداد و وطن دوست باشه. براتون یک جوان پیشنهاد میکنم. حتما من منتظر هستم. قماندان دینیز آیدین. خوب است. پس را با بزرگای خود پیشنهاد میکنم. اگر اونا قبول کنن ما مشکل ندارم. چرا همراه پدرت جنگ کردی؟ اگه با او هم نظر هستین شما هم رفته میتونین. من به خود یک زندگی جدید آغاز میکنم. چه قسم زندگی؟ با گذشت زمان خود فهمیدین. بله سنجر. در شفاخانه هستی؟ همراهش گپ زدی؟
گپ میزنم سنجر، سرم فشار نیار. قرار نیست ده یک لحظه گپ ما قبول کنه. بیبی ما بهانه را قبول ندارم. شکایت نامه را نوشته کردیم. فردا شکایت نامه سر میز جنرال قدرت میرسه. گفته باشم. دو نفر هستیم، ما و دخترم. میخواییم به یونان بریم آقا. خب برو خواهر، چی مشکل است؟ ببینین با ما کمک کنین. در حالت بد قرار داریم. شناسنامه و پاسپورت هم نداریم، اما پول داریم. شما از گیر پلیس فرار میکنین. نمیخوایم با ما درد سر جوش. نه خیر نه خیر، این قسم یک موضوع نیست. قسم میخورم. ما کارهای غیر قانونی نمیکنم. لطفا پس یک نفر رو به من معرفی کنین. حتما کسی کار انجام میده. همونطور نیست؟ یعنی زیاد شنیدم مردم میرن مسافرها را قاچاقی میبرن. این فقط یک حسش است. من به یک نفر ضرورت دارم که ما را به یونان ببره. درست است؟ خواهش میکنم. اردام من یک بار تا قرارگاه رفته پس میام. باید یک درخواستی بتونم. درخواستی چی بچیم؟ چیز مهمی نیست. تا یک ساعت دیگه پس میام. درست است، من میرسانمت. اگه خواسته باشین شما هم رفته استراحت کنین. من پیش مریض می باشم. شما جدی هستین؟ البته که جدی هستم. اگه شما دوستایش هستین مام خوشویش هستم. اگه من پیشش نباشم پس کی می باشه؟ درست است. پس ما خانه میریم. 2 ساعت استراحت کرده دوباره پس میاییم. البته هیچ تشویش نکنین. من پیش عروسم می باشم. بریم. بفرمایین خواهر جان، شما کس را کار دارین؟ بله با صافی کار دارم. او ماهیگیر است. با او چی کار دارین؟ یک موضوع مهم است. اینجاست یا نه؟ جواب بتن برم. مرا تعقیب کن. شما داخل برین، ما به صفی خبر میتونم. تو صفی را چطور مشناسی؟ نخیر کپتان جواد نامت برم داد. میخوایم دختر خدا با خود ببرم. لطفاً به ما کمک کنین. ما پول زیاده دارم. اگه خواسته باشین کلشم میتم. کافیست برم کمک کنین.
این کار قسم نمیشه. اگر تا شما منتظر بشینیم دختره برده نمیتونیم. بیبی یک دقیقه تنها نمیمانیش. پس چی کنیم ما؟ بیا. اجازه بتین خواهر، مریضه برای معاینه میبریم. گفتین معاینه؟ بله اجازه بتین لطفا. امشب میره موقع صفی هموتون نیست؟ ساعت 18 بندر بیام. نام رئیس کشتی خزر است. درست است. خب شناسنامه و پاسپورت چی؟ تا او وقت آماده میشه؟ میشه. اگه تا او وقت نیاین از کجا بفهمم که دروغ نمیگین ها؟ نمیفهمم. فهمیده شد. پول برای تو شیرین است. نه خیر بیادر، شما غلط درک کردین. من فقط خواستم مطمئن شوم. لطفاً این را بگیرین. لطفاً هر چه زودتر ما باید از اینجا بریم. هنوزم خانم از پشت مسائل دارم؟ نه خیر نفهمید. به کارت ادامه بده. شما چی میکنین؟ میخواین مریض کجا ببرین؟ برای معاینه میبریمش. گفتن به معاینه؟ معاینه چی؟ از بخش عاجل کسی مریض نمیبره. هر چی عاجل به اتاقش ببرین. درست است دکتر صاحب، حتما کدام غلط فهمی شده. حالا چی خود کردیم دیگه این فرصت پیدا کردن نمیتونیم. نمیشه، از گیر آمدن کدا خوب است. بعدا کوشش میکنیم بریم. چی شد؟ چرا پس آوردینش؟ چیز مهمی نیست. دکتر صاحب خودش همینجا میآید. پدر جان بس است که ولی از خدا مادر ما پس به خانه بیارین. چقدر است که در هتل زندگی میکنه. ما دیگه با او کار ندارم. همیشه او مرا تهدید میکرد سنم جان. چه قسم تهدید؟ به هر صورت مهم نیست. یک موضوع بین ما است. از او استفاده میکنم. اما موضوعی که مربوط همه شما تا نیست. حداقل یکیتون برام بگین که من بفهمم. این کاراتان باور کنین من خسته ساخته. دهانت بسته کو. مادر و امید به جهنم برن، فهمیدین؟ شما هیچ خانما را درک نمیکنین پدر. یکانه خواست مادرم از شما یک لبخند و روی خوب است. کوشش کنین که امرای مادرم روی درست کنین ها. با یک گپ خوب شما جان خدا فدا می سازه. این روشتان درست نیست پدر جان، درست نیست. با خانمتان نباید تو کنین. داخل بیا. جنرال صاحب میشه دوسیه را بررسی کنم امضا کنین؟ اینجا بیار. تو رفته میتونی. درست است. سنم تو با دینیز ملاقات میکنی؟ چرا این سوال پرسیدین؟ میخواه با انادولو تبدیل شود.
اصل تو از اینجا برو. در جایی که مربوطت میشه پیش استاد خود برو. تو مهره هستی، مهره جنرال قدرت هستی. تمام کثافتکاری های خودت توسط تو انجام میده. به خاطر که پدرم هستی میشرمم. من منتظر تصمیمی او هستم. تصمیم تو برای میچ ارزش نداره. بله. درست است. حالا میاییم. باز چی گپ شده باشه؟ حتما کدام گپ مهم است که مرا خواست. دنیز در این باره با تو چیزی گفته؟ نیاز نیست که بگوی پدر جان. دلیلش خودم میفهمم. داخل بیا. جنرال صاحب. داخل بین جنرال صاحب. یک موضوع مهم است. میخواستم درباره موضوع همراهتان گپ بزنم. حتما از این خبر دارین. درخواست تبدیلی داده؟ شما خبر نداشتین؟ پس فقط تو این موضوع را میفهمی سنم؟ بگو که مام ای را بفهمیم. موضوع یک دختر است. خانم شنایی؟ یعنی من همه قسم حدس میزنم. انسان فقط به خاطر عشق خود میتونه که این کار کنه. شما بگن به کدام دلیل، به کدام منطق میتونه که این کار کنه؟ ما میخواستم در این باره همراه شما گپ بزنم جنرال. ما قسم یک بهانه را قبول نمیکنم. عشق از کجا شد؟ یک قسم امکان نداره. ما بالای دینیز باور داریم. قرار از یک وظیفه مهم برش بتیم، اما تو نیست. چه قسم وظیفه؟ یک تیم جدید جاسوسی تاسیس میشه. تصمیم داریم رهبری او تیم با دینیز بتیم. حتی پدرش هم از این موضوع خبر داره. مرا بسیار خوشحال ساختین جنرال صاحب. جنرال صاحب با دینیز بگو کارهای طفلانه را کنار بانه. این کشور با او ضرورت داره و کشور منتظر خدمت او. امرتان بجا میشه جنرال صاحب. در دستای شما چی است؟ ای درخواست تبدیلی جنرال صاحب از دنیز است. اما حالا دیگه ضرور نیست. خوب است. ضرور نیست بدن که دور بندازمش. شما زحمت نکشین. درست است، پس بگیرین بندازین. درست است. حالا خودم این کارو میکنم. به اجازه تان جنرال صاحب. رفته میتونین. درست است. باید هرچی زودتر و کاغذ از زباله‌دانی بگیرم.
وضعیتش چطور است؟ خانم کوچک بسیار خوش شانس بوده. نتیجه معایناتش قناعت بخش است. البته که خوش شانس است. یعنی زیاد خوش شدم. خداوند او را به ما بخشید. از مراقبت جدی بیرون میشه. نباید مریض تنها بانین. اگه مشکل پیش آمد برم خبر بده. البته شما هیچ تشویش نکنین. یک دقیقه امور تنها نمیمانم. درست است. روز خوش. چیگه پس سنجر؟ چیگه پس؟ شنایی امرای و احمق گپ زده تونستی تو زندگی خودت تباه نسازه. از شکایت خود منصرف شدی اما تو نیست. گوش کو، ما پیشی جنرال قدرت بودم. بسیار یک وظیفه مهمه برای دنیز پیدا کردم. آی خدایا برام صبر بده. شنایی مرا مجبور نساز که شکایت کنم. درست است. تو تشویش نکن. حتما بار او را قانع میسازم. سنم ما جلسه میرم. تو به خانه میری؟ نه خیر پدر جان، ما به دیدن یک دوستم میرم. منتظر زنگش هستم. درست است. چی؟ میخواسته از بچه خود شکایت کنه؟ لعنت باشه جان. اگه به دست کسی برسه آی بزرگا راست گفتن که داشتاید بکار. اینقدر لباسا را کجا میبری؟ خواهرم از شفاخانه مرخص نشده؟ ما برنامه گردیم هولیا. چطور یعنی؟ درخواست تبدیلی دادم. از اینجا میریم. کجا میرین؟ نمیفهمم. وقتی جای به جا شدیم برات خبر میدم. اما امشب از اینجا میرین دینیس بیاد؟ همه که لیف به هوش بیایم میریم. ای ما کرای خانه را دادیم. تا آخر ما اینجا بوده میتونی. بعد از اون ما برات پول روان میکنم. تشویش نکن. زنده باشی. در ضمن اگه خواسته باشی قبل از رفتن خواهر خدا ببین. البته میایم. حتما میایم. فعلا خداحافظ. خداحافظ یازنه جان. تو به خدایا کلیدا رو فراموش کردی. پدر امیالا برم گفت این لیفه گرفته میره. تو چی میگی دختر؟ اونا را کمی مصروف میساختی. تا هنوز خواهرت اختطاف کرده نتونستن. من دیگه ایشه نمیفهمم. اگه هر چی زودتر این لیفه اختطاف کنی خوب است. دینیز لباسای خود گرفته رفت. امی که لیف بروش بیای از اینجا میرن. اوف گفته باشم برات.
موبایل آبته احمق در این کار موفق نشدی. خان صاحب صدقه بروتایتان شوم به افرادتان خبر بتین دامادم به گرفتن دخترم رفته به شفاخانه حمله کرده تا دخترم بیگیره ها. تو چی میگی ها؟ ایلیف کی اختطاف میکنه؟ راستش من گفتم غمو قبول نکرد. پدر من لطو کوب کردن، مرام تهدید کردن. با اساس دیگه از کلتان خسته شدیم. مرا دیوانه ساختین. خداوند جزای کلتان بده. ما را راحت بانین. درست است، همیال این کارا میکنیم. چی میگه؟ میگه همیال اختطافش کنیم. چی قسمی کارا کنیم؟ نمیفهمم. با مریضتان پشکاری زرق کردم تا چند لحظه استراحت کنن شفا باشه. زنده باشی. عجله کو مادر جواب بده عجله کو. لعنتی شماره را که دایر نبودید خاموش می باشد. ایشام خاموش است. خدا لعنتتان کنه. با او خانم چی کنیم بیادر؟ یکی به سرش میزنیم بیهوش میشه. بر قیمتی که میشه باید دختره ببریم. به دیدن خانم لیف آمدین همونتا نیست؟ بله. به هوش آمده به اتاق دیگه انتقال دادیم خانم. زنده باشی. تو چی میکنی ها؟ الیف دخترم تو خوب هستی؟ الیف قاتل احمق اگه نمی اومدم دخترم از بین میبردی. بله از بین میبردم. زندگی بچه به تباه ساخت. اگه نیمه به دختر تو چی غرض داشتم؟ جزای ای کارت حتما میبینی. سالا به خاطر ای کارت زندانی میشی. دیگه چاره نداشتم رنا. به خاطر بچه خود انجام دادم. من بچه خود دینیزه میخوایم. خداوند جزای شما را بده. ما هم دختر خودم میخوایم. دختر ما گرفته از اینجا میرم.
چشمایت باز کو دخترم. چشمایت باز کو یک دانه مادر. چطور تنستی کار کنی؟ ها؟ چطور قصد از بین بردن یک دختر جوانه کدی؟ از بین بردن زندگی یک انسان اقدر برات آسان است؟ باز میگی به خاطر اولادت ای کار انجام دادی؟ من هر کاری که انجام میتام به خاطر بچه‌ایم است. تو هم یک مادر هستی. در اصل تو چرا مرا درک نمی کنی؟ بچه‌ایم به خاطر این دختر از همه چیز منصرف میشه. میفهمی حتی از مام. پس گناه از این دختر است. ها؟ دلیلی که ایره قبول نمیکنه چی است؟ این دختر بچه تا دوست داره. بچه تام همه تو. یک نظامی عاشق دختر حجاب پوش شده با او عروسی کردن نمیتونه؟ این همه را تو برام میگیره نه؟ سالها پیش شیطانه‌ای مثل تو زندگی مرام تباه ساختن. کسی را که دوست داشتم ازم گرفتن. فرزند من، دختر من ازم جدا ساختن. من هر روز صبح با حسرت دیدن او بیدار می شدم. فکر می کردم که دخترم مرده. حالا که پیدایش کردیم فکر میکنی اجازه میتم که به دخترم ضرر برسانین؟ ما؟ فکر میکنی ما زیاد میخوایم ها؟ فکر میکنی به خاطر ای کارا هیچ عذاب وجدان نمیکشم؟ ای که چقدر بیچاره شدیم خدا میفهمه. دخترم گرفته از اینجا میرم در یک جایی که احمقی مثل شما وجود نداشته باشه. درست است. درست است. من برات کمک میکنم. به تنهایی نمیتونی دخترت از اینجا بیرون کنی. اگه خواسته باشی پولم میتونم برات. تو با دختر خود زندگی کو. من با بچه خود زندگی میکنم. حتی در جایی که میرین به خاطر آغاز یک زندگی جدید براتون کمکم میکنم. فکر میکنی در جایی که میرم به تو میگم ها؟ رد پای ما را پیدا کردن نمیتونه. اما برای آخرین بار یک گپ برات میگم. بیبی اگه کسی را واقعا دوست داشته باشی در 20 سالم یک لحظه فراموشش کردن نتونی. بعد از 20 سال وقتی دوباره او شخصه در مقابلت ببینی مثل روز اول قلبت برش میتپه. تا یک مادر هستی لطفا درکم کن. من قصدن با دخترم ای بدی را انجام میتونم. حداقل یک بهانه دارم که زندگیش در خطر بود. فهمیدی؟ اما تو چی؟ وقتی هر روز بچه در مقابل چشمای درد بکشه چطور میتونی به خود تسلی بدی؟ ها؟ واقعا میخوای میره بفهمم؟ وقتی که ایره میخوایی پس برام کمک کن.
الیف الیف بخیز دخترم. الیف حالا کمی تر باید بریم، تاکسی منتظر ماست. بیا همیال موقع بسیار خوب است. صبر بر خطایی نکو، با نشان که بیرون بکشم تا با ما مشکل ایجاد نشه. در بیرون کار ما ساده میشه. بیا که گمشان نکنیم. تاکسی منتظر ماست. معذرت میخوایم. امکان نداره. پرستار مریضی که اینجا بود چی شد؟ به منزل بالا انتقالش دادن. براتان کمک کنم خانم؟ نه خیر، زنده باشین، ما خود ما میبریمش. بخیز جنم، عجله کن. کجا میریم؟ باز برات میگم، اول یک بار دم موتر بشی. دنیز کجاست؟ خانمم کجاست؟ کسی اینجا نیست؟ پرستار مادر شما کجا بودین؟ خواستم قدم بزنم بچیم. الیف کجاست؟ خبر دارین؟ او را کجا بردین؟ دختر مریضه کجا ببریم بچیم؟ مادر تو چی کردی؟ چرا او را تنها ماندی؟ پدرش میخواه او را اختطاف کنه. الیف در اتاقش نیست. کجا میریم؟ تو را پیش مادرت میبرم. پیش مادرم؟ بله، مادرت منتظرت است. پشت زیاد دق شده. کدام طرف خواهر؟ طرف بندر برو. همراه تو به مسافرت میرم جانم. مادرت منتظرت است. شما مادرم چطور میشناسین؟ ای بسیار یک داستان طولانی است. فعلا وقتش نیست. مشکلات زیادی بالای ما و تو آمد. تمامش سپری کردیم. کل چیز برات میگم، اما فعلا به ما باور کن. درست است؟ موترش خرید میکنم، دخترم میگیریم و میریم. اونا کجا میرن بیادر؟ طرف بندر میریم. به هر صورت در یک جای مناسب توقف میکنیم. بچیم کجا میری؟ باز به خود مشکل خلق میکنی ها؟ دیگه کجا برم؟ پیشی الماز به وجدان میرم. حسابی کارش ازش میپرسم. خانم من پیشی او مانده نمیتونم.
اینجا چی میکنین؟ با کشتی از اینجا میریم جانم. چرا اون نمیآید؟ وقت مرا میشناسد پس چرا پیشم نمیآید؟ الیف لطفا او فعلا این کار کردن نمیتونه. یکی بره. اگه شما اونا را میشناسین پس ای را میفهمین که چرا مرا ترک کرده. الیف لطفا گپ مرا گوش کن. بیبی در اینجا زندگی در خطر است. من میرم بدینی زنید بدون او هیچ جایی نمیرم. الیف لطفا به این کار وقت نداری. باید بریم. تو به گپ ما باور نداری؟ من نمیخوایم برم. بغیر از دینیز بالای هیچ کس دیگه باور کردن نمیتونم. اما تو باید بری. کل چیز آماده است. شناسنامه، پاسپورت، کل چیز آماده است. تو نمیخوایی که مادر بینی؟ او چه قسم مادر است که ده قدر سال یک بارم نخواست برم زنگ بزنه. حالا من پیشش نمیرم. شما بگوین آیا ارزش این کار داره؟ تو را از بین میبرم. من از قدرت کارایی نمیترسم. فقط او نیست. اگه من نمیرسیدم شنای تو را از بین میبرد. اونا تو را نمیخواین. چرا نمیفهمی؟ بدون دینیز هیچ جایی رفتن نمیتونم. من برات وعده میتونم همه که اونجا رسیدیم برای زنگ میزنیم و هم از پشت ما میآید. یک زندگی جدید آغاز میکنیم. درست است؟ بیا با ما بیا جانم. وقت به از دست دادن نداره. بیا. کجا گم شدن بیادر؟ خان صاحب زنگ زده. صبر کو. اونا را دیدم. اونجا هستن. کپتان صفی چی شده؟ چرا جیغ میزنی؟ میخواستم همراه کپتان صفی گپ بزنم. قرار بود ملاقات او کنیم. خبر داره؟ بله گفت که ساعت 8 اینجا منتظر باشه. میخواستی فرار کنی؟ حتما به او احمق پولم دادی. منظورت نفهمیدم. اونا میخواین فرار کنن. خواهر او یک آدم فریبکار و دروغگو است. 6 ماه پیش اخراجش کردم. پول تو را گرفته. بهتر است که از اینجا بری. خدای من ما حالا چی خواد کردیم؟ برگردیم همه چیز بعدی نیز بگوییم. برش چی بگویم؟ برش بگویم که مادرت قاتل است؟ فکر میکنی کل چیز مثل گذشته میشه؟ خانواده دنیس تو را نمیخواین. چرا نمیفهمی؟ معذرت میخوایم خواهر. ما را کاپتان صفی روان کرده. راست میگه؟ اما او بیادر همراهی جنگ کرده. دروغ میگه. کشتی شما آماده است. نمیریم. حق انتخاب نداریم جانم. میرین یا نه خواهر جان؟ بله میریم. حالا بریم الیف. موتر در این طرف است. با کشتی نمیریم؟ در بندر دیگه است. پیاده رفتن نمیشه. عجله کنین دیگه.
من نمیرم. الیف لطفا. بدون دینیز هیچ جایی نمیرم. مادرت منتظرت است. دی باره باید قبل از ترک کردن ما فکر میکنم. الیف بیا. چی میکنن؟ نه خیر تو همین جبار. خانم رانا الهیم کو گفتم مرا اله کو. سوار شو. الیف سوار شو اگر نیره میکشم. الیف نرو. الیف دختر معظم نگیرن. تو هیچ وقت مادرم درک نکردی پدر. یکانه خواست مادرم از تو یک لبخند و یک روی خوش از بس. چی میشه که امروز روی درست کنین پدر؟ با یک گپ خوبتان جان خدا میسازد. رفتارتان اشتباه پدر، اشتباه. با مادرم جنگ کردن نمیتونه. خوش آمدی. بفرما بیشی. آفتاب از کدام طرف طلوع کرده؟ خواستم با تو یک جا غذا بخورم. کار اشتباه کردم؟ تو و ای گپا زیاد دور هستین. هر گفتنی که داری برم زود بگو. میخوایم سر اصل موضوع بیاییم. منتظر هستم. خداوند از شما راضی باشه خان صاحب. به خاطر این خوبیه که کردین. اگه جان من بخواین زیاد صفایی رات برو. هر دقیقه میخوایی زنگ بزنی. افراد ما زیاد نازدانه هستن فهمیده شد. اگر خسته شدن دخترات از بین میبرن گفته باشون. یلماز گورل همراه ما بیا حالا. خیریت از بیادر. حتما آمدن امرایت مملک. درست است؟ اما از کجا خبر شدن؟ من خودم تازه خبر شدم. توبه توبه. الیف کجاست؟ احمق رو کجا پنهان کردی؟ تو چی میگی آقا داماد؟ طرف ما بی خسار. اولیا همه چیز برام گفت فهمیدی؟ مرا دیوانه نساز. تو امرای خسار خود چه قسم گپ میزنی؟ ها؟ یک بار طرف چهره مسائل کو؟ چی میخوایی؟ چی میخوایم؟ من از تو چی خواستم میتونم قماندان دنیز؟ ها؟ میخوایم از این 4 دیواری آزاد شوم. توبه توبه. من هیچ چیزی بر از دست دادن ندارم. اما تو اگر میخوای خانم خدا
ببینی مرا از اینجا بیرون که فهمیده شد؟ محافظ! چی کردی شینایی؟ دنیز قانه ساخته تانستی؟ لازم به او کار نشد. رنا ایلیفه گرفته از اونجا رفتن. منظورت نفهمیدم. ما دو خانم بین خود مشکل حل ساختیم. فکر کردیم بهترین رای حل همی است. او دختر خودم میخواه و من بچه خودم میخوایم. یعنی از ایلیف نجات پیدا کردیم؟ دختر خودم گرفته خارج از کشور میره. اگه دنیز از این موضوع خبر شود چی خواد کرد؟ معلوم است تا او دنیام از پشتش میره. ایره خو میفهمیم. دنیز فکر میکنه پدرش رو اختطاف کرده. تا از حقیقت خبر شود اونا از اینجا میرن. امیدوار هستم که این نقشتان یک نتیجه خوب داشته باشه. فعلا وقت ندارم خانم رنا. گوش کن، مهم است. ایلیفا اختطاف کردن. 2 نفر او را اختطاف کردن. دنیز کمکم کو. شما از من چی میخواید؟ مرا چرا اینجا آورده؟ جا باش و خواستی الماس بیادر چند روز میمان ما میباشی. بریم. شما با ایلیف چی کار داشته؟ من براتون نگفتم از او دور باشین؟ اگه بگه پای من گوش میدادین او اختطاف نمیشد. ایلیف به خاطر شما اختطاف شد. اگه ما او را با خودم نمی آوردم حال ایلیف مرده بود و زنده نمی بود و قاتلش هم مادرت میشد. خانم رنا به من دروغ میگین. به نظر من شما متوجه گپای خود نیستین. فکر میکنی ما او را چه قسم از شفاخانه بیرون کردم؟ با چشمای خود دیدم میخواست ایلیفا بکشه. خانم رنا شما به من دروغ میگین. کاش که برات دروغ میگفتم. همراه مادرت معامله کردم. او تو را میخواه و ما هم ایلیفا میخوایم. لعنت به شما. این چه قسم محبت است؟ دنیز صبر کن. دنیز نرو. دنیز لطفا. دنیز با من کمک کن. دنیز ایلیفا از دست او آدما نجات بده. دنیز نرو. دنیز لطفا نرو. سنجر چرا اینقدر جیگرخون هستی؟ شاید تو وقت رفته باشن، شاید از مرزم عبور کرده باشن. دیگه چی میخوایی؟ قلبم راحت نیست شنایی. از این کاری که تو انجام دادی اگه به دنیز بگویه او هیچ وقت ما را نمیبخشه. دی وقت کی است که زنگ زدم؟ بله
ایلیف از پیشم اختطاف کردن. پدرش اختطافش کرد. مربوط ما نمیشه. متوجه دختر خود می بودی. بار دیگه مزاحم ما نشین. اینقدر زود نجات پیدا کردن نمیتونین. فعلا در حوزه پلیس هستم. اگه به خاطر آزاد ساختن دخترم کمک نکنین کلتان افشا میسازم. شما درباره چی گپ میزنین؟ درباره چی؟ خانومت برات نگفته؟ امروز کوشش کرد ایلیف از بین ببره. من نجاتش دادم. خواست از بین ببرش؟ درست است گپتون فهمیدم. شما فعلا کجا هستین؟ درست است هیچ جای نرین. خوب است ما همیاله میاییم. حرکت میکنم. سنجر، ما دیگه هیچ راه حل نداشتم. مجبور بودم از بین ببرمش. شنایی؟ تو احمق هستی ها. تو احمق هستی. تو هم احمق هستی بچه تام. دا تمام عمر باید متوجه خرابکاری های شما باشم. اصلاح بگی از بین ببر. مرا از بین ببر. از بین ببر. اگه به تنهایی کار نمیتونی با چیتون بخوای، رنا کارایم بخوای، قدرت کارایم بخوای، ایلیفم بخوای تا که مرا از این جنجال خلاص کنه. ما دیگه تحمل این کارا رو ندارم. سنجر خواهش میکنم مرا ببخش. عذر میکنم. درست است. حالا باید یک راه حل پیدا کنیم تا دهن رنا کارای بسته کنیم و باید از دخترش هم نجات پیدا کنیم. چه قسم؟ بله چه قسم؟ باید یک راه حل پیدا کنیم. اما چه قسم؟ فهمیدم یلماس. باید به یک شکلی او را از زندان آزاد کنیم. وقتی یلماز آزاد شوه ایلیف هم پیدا میشه. وقتی ایلیف پیدا شوه دهن رنا کارایم بسته میشه. بهترین راه حل امی است. جزی ما دیگر راه حل نداریم. بهترین راه حل امی است. شنایی؟ ایلیف یعنی هنوزم با درد سر است؟ بله او بزرگترین درد سر است برای ما. فقط یلماز میتونه ایلیف اداره کنه. بله بهترین راه حل است. با غیر از این کدام راه دیگه نداریم. پدرم چرا مر اختطاف کرده؟ از ما چی میخواه؟ دگه چی بخواه؟ میخواه آزاد شوه. شوارت قماندان است. اگه تو را میخواه باید یک راه حل پیدا کنه. خسارت هم جنرال هست. شوهر ما هرگز یک مجرم رها نمیکنه. فهمیدین؟ خوب است. پس دعا کو دیگه. غذایت بخو. شاید ی آخرین بارت باشه. بخو به خاطر که خوش داری ای را فرمایش دادم. ذوق ما حال تغییر کرده. میخوایم هرچی زودتر گپ بزنیم چون کار دارم. به خاطر ای تو را خواستم. میخوایم به خانه برگردیم. سال روز ازدواج ما، سال روز تولدم، سر سال.
اگه تو نمی آمدی هم توفه های همیشه برم میرسید. حداقل دادانه قسم زیور در بکس زیوراتم دارم. حتی بعضشان هیچ با خود ناوردم تا بفهمی که اینا به من هیچ ارزش ندارن. خوب است. اگه خواسته باشی برو تبدیل کن. هر قسمه که میخوای بگی. چیزایی را که برم دادی نه، چیزایی را که ندادی ازت میخوایم. از من معذرت بخوای. میگی اشتباه کردم، بگو مرا ببخش. شاید برات مشکل باشه اما باید دوباره عاشقم شوی. ای کارا کردم میتونی؟ میستن در بالا از خانم. شما برین، ام باز من میایم. درست است. آقا قدرت، واقعا یک تصادف بسیار زیبایی است. چقدر دیر بعد میبینیم هموت نیست؟ با ما کمک میکنین یا نه؟ دختر من نجات میتن آقا. او احمق از زندان بیرون میکنم. شما هم دخترتان نگرفته از اینجا میرین. خواست مام همیست. بعد از او نه شما را نه ایلیف میخوایم ببینم. از زندگی ما بیرون میشین. به بسیار خوشی. هیچ کس دختر خود به یک قاتل نمیسپاره. ژاله جان بسیار وقت بعد دیدیم. بیشی کم با هم گپ بزنیم. بسیار زیاد تشکر. ما با دوستای خود آمدیم. وقتی دیدمتان خواستم یک سلام بتون. از اینکه شوهرتان براتان توفه گرفته، حتما کدام شب خاصی است. بسیار خوششانس هستین خانم میشه. شما با این لیف چی کار داشتین؟ من براتون نگفته بودم که از او دور باشین؟ اگه به گپایم گوش میدادین و اختطاف نمیشد. این لیف به خاطر شما اختطاف شد. اگه ما او را با خودم نمی آوردم حالا این لیف مرده بود و قاتلش هم مادرت میشد. خانم رنا، شما دروغ میگین. به نظر من شما متوجه گپای خود نیستین. فکر میکنی چی قسم از شفاخانه بیرونش کردم ها؟ با چشمای خود دیدم میخواست الیف بکشه. خانم رنا، شما بازم دروغ میگین. کاش دروغ میگفتم. همراه مادرت معامله کردم. او تو را میخواید و ما هم الیف میخوایم. برو دیگه این چی حال است؟ عجب آدمای پیدا. احمقا حرکت کنین، منتظر چی هستیم؟ خون سرد باش، خون سرد باش. کجا میری بیادر؟ حالا باز خدا به درد و سر مواجه میسازم. اشاره سبشه چرا نمیری احمق؟ نه که میخوایم اینجا باشی چطور؟ تو چی میگی احمق ها؟ هنوزم لخ لخ سعی میکنی گپ میزنی؟ این دوست ما را تماس میکردی تو باش تو؟ حالا جزایت میتیم برد.
بزنش محکم بزنش نموتم احمق امروی ما خدا میزنی همسرک محکم بزنش بره زود چند بگریز بده وای خدا کیره میبینم خدا جان مرا چقدر دوست داره هر وقت که به یادش بیام به دیدنم میایه واقعا چشمای ما پر از اشک ساختی ها بله به خاطر آمدن من به اینجای قلت خوردی بایدم می آمدم بچیم ما را تنابان بله لطنوش جان کردم اما تو رام پیش خود آوردم کیف کردی؟ آدم هوشیار هستی این طرف بیا این طرف خدا جان این طرف گوش کن این سلاح بگی این تیکت بیرون شدن تو از اینجاست نه خیر مایره چی کنم خدا جان توبه احمق بگی گفتم بیبی همراه این سلاح میتونی مرا گروگان بگیری گروگان گرفته از اینجا بیرون میشی فهمیده شد حالا بگی چی بگیرم؟ گروگان بگی چرا گپ من نمیفهمی احمق تا از اینجا بیرون شوی نه رفیق به اندازه کافی بالای من اتهام بسته شده تو مرا دیگه متهم نساز اگه نه عروسی رو به هم میزنم ما دیگه عروس نمیخوایم فهمیدی؟ ما فقط بچه ما میخوایم فقط بچه ما گوش کو آل ما و تو معامله میکنیم یلماس این کار فقط بین ما و تو میشه درست است؟ نتیجه معامله تو از اینجا نجات پیدا میکنی و ما مشر دختر تو خلاص میشیم فهمیده شد؟ حاله این سلاح گرفته مرا گروگان بی عجله کو بیگه دیگه چرا نمیگیری؟ بس از دیگه بیگه گفته دیوانیم کردی خوردنی خونه بگیرم ای خدایا چی کنم خدایا تو نجاتم بده بسم الله الرحمن الرحیم درست است بگی عجله کن درست است حال خوب شد بیبی چی میگم سلاح نکشم متاله نمیکشی در گردنم بان درست خوب است فهمیدم صبر کو درست است خب حال خوب شد تکان نخوا بیبی قبلا به پلیسا هدایت دادینه نمیخوایم جرمم دو برابر شوه تو تشویش نکو همه چیز آماده است تو آماده استی؟ آماده هستم شروع کو یک دو سه ای را برای ما بچه حال کار ما شد دیدی چقدر ساده بود؟ خب و بیمه ما؟ هنوزم نفهمیدی بیمه تو دخترت هست گوش کن هر قدر دخترت از بچه ما دور نگاه کنی این معامله ما پابرجا است فهمیده شد؟ اگه نه باش برای توضیح میتونم از این سلاح در جاده ها تظاهرات و بعضی جاهای دیگه استفاده میشه شاید کنم روز کسی را ترور کرد دم یا که دین تظاهرات یک دیگر را میکشد دم حالا فهمیدی گپ من بعد از او تو برای همش اینجا میمونی تو را فهمانده تانستم نکو بده بزن قبول است درست است میشه بگویی من چه قسم از اینجا بیرون شوم؟ حالا برات میگم فردا کدام روز است؟ روز دادگاه من است بله روز دادگاهت است تشویش نکن فردا تو آزاد میشی براحت میگیری حالا از تو یک چیزی میخوایم این که چه قسم انجام میتی با کدام طریق مربوط من نمیشه وقتی از اینجا بیرون شدی ای دنیا را با دینیز و ایلیف جهنم میسازی اگر نه از طریق سلاح تو با زندان میری جانم تو با خدا جان تو دوباره چی فکر میکنی جانم ما ای دنیا را برشان به جهنم تبدیل میسازم میفهمی که شیطانان به ما رسیدگی کردن نمیتونن آفرین آدم هوشیار هستی
تو مرا ترک نمیکنی میفهمم. حتما یک راه پیدا کرده مرا از اینجا نجات میدی. خواهش میکنم عجله کن دینیز، لطفا عجله کن. مادر! مادر! مادر دروازه را باز کنین! مادر دروازه را باز کنین. بیشتر از این من عصبانی نسازین. دروازه را باز کنین مادر. تا صبحم اینجا منتظر خاک بودم. شما چطور این کار انجام دادین مادر؟ دینیز مادرم کجاست؟ تو را چی شده؟ با کسی جنگ کردی؟ بعد تو چی دختر؟ دینیز دروازه را باز کنین. این طرف بیا. به من دست نزن. دروازه را باز کنین. خانمم اختطاف کردن. به خاطر شما خانمم رفت. دروازه را باز کنین. دینیز بس از خانه نیستن. خانم سنه کدام مشکل است؟ با جنرال قدرت زنگ بزنم؟ نه خیر به کسی زنگ نزنین. نیاز نیست. هیچ مشکلی نیست. تو سر وظیفه خود برگرد. درست است. الهی بکن. من نمیفهمم اونا کجا هستن. میفهمم کجا رفتن. میرم پیش همگی اونا را رسوا میسازم. دینیز به خود بیا. اونا زندگی من تبا ساختن. دینیز مام اونا را تبا میسازم. اعلام کن. دینیز صبر کن. اعلام کن. دینیز استاد شده نمیتونی. این طرف بیا. دینیز اعلام کن. چشمایت روشن. پدرت به توافق رسیده. فردا آزاد میشی. میفهمیدم. دینیز مرا ترک نمیکنه. میفهمیدم. خدایا هزار بار شکر. بیا متوجه باش. بیا دراز بکش. ای بسیت ماره بیبی. تو به خدایا. آیا موبایلش جواب نمیده؟ کدام دیوانگی نکده باشه؟ هر چی میخوای کنه، گریه کنه، چیغ بزنه، هر چی میخوای انجام بده. تمامش تا فردا است.
فردا و یلماز احمق مثل دیوار در بینشان استاد میشه شنایی. دختره برش نمیته. امیدوار هستم. دینیس، آی دینیس، دینیس اگه صدای من مشنوی بخیز برم لباس بیار که لباس تر است. آمده عشقم. اما ما کجایی نرفتیم. مرا هیچ وقت تنها نمان. بیا پیش ما بیا. الیف، بسیار زیاد دوستت دارم. تو هم بگو که دوستم داری. ما هم تو را بسیار دوست دارم. موتر دنیز اینجا استاد است. دروازهشان باز است. این موتر سنم نیست؟ دروازهشان باز است. کلیدش هم در داخلش بود. جالب است. میبینی که گیر آمدیم؟ دنیس، زمینم تر است. سنمم در داخل است. اینجا چی گپ است؟ دنیس؟ سنم؟ صبر کو تو چی میکنی سنم؟ از اینجا برین. من تمام شدم. اوش کنی آرام باش دخترم، آرام باش. درست است. اول سلاره به ما بده. سلاره پایین کو. بعد از این طرف کسی سل کنه نمیتنم. سنم جان قسم نکو. درست است. گپ میزنم. هر مشکلی که از حل میسازم. درست است. هیچ چیز حل کنه نمانده. باید ببرم. سنم لطفاً آرام باش دخترم. درست. سنم برات وعده میتونم که این کار حل میسازم. اما امکان نداره. ببینید که دنیز همراهی چی کرد. وعده میتونم که بارو دیگه تو را خفه نسازم. هر قسم تو بخوایی همون میشه. هرچی بخوایی انجام میدم.
بعد از این خوشبخت میشیم. اشتباهات خودم جبران میکنم. وعده میدم. بیدار شو دنیز، بیدار شو. خداوند جزای تبت بیدار شو. مثل تو اولاد هیچ نمیخوایم. با خانوادهش چی جواب بتم؟ ها چی جواب بتم؟ همراهی دختر چی کدی؟ چی کدی؟ چرا در اینجا توقف دادن؟ ما امیال کلید از جنرال سنجر گرفته را باز میکنم. همچنان بپرس که سنم هم خانه اوناست. بچشم جنرال صاحب. برو چی شده پدر؟ برو درباره این کار کثیف خود به ما توضیح بده. نمیخوام چیزی کثیف بوده ببینم بابا نزدیک نشو. تو چی میگی سنم؟ دیگه چی بگویا بیچاره؟ چی بگویا؟ باعث بدنامی شدی. چی؟ همگی خبر شدن، رسوا شدیم. درست است ما باز میکنم. لطفا آرام باش جانم، همه چیز خوب میشه. چی گپ است؟ جنرال قدرت آمدن، اما را بسته است. موترایتان را بسته کن. درست است. کلیدا رو بگی، موترا را از را پس کن. در زمین میخواستن بفهمن خانم سنم خانه شما هستن؟ بله است. چند دقیقه بعد خانه میره، تشویش نکنی. بچشم جنرال صاحب. پدرم بوده نیست. خانه آمده. خانه رفته نمیدنم، من از بین میبرم. سنم جان، این مشکل حل میسازیم. چی را حل میسازین مادر؟ ما کاری نکردیم. سنم برشون بگو. هنوزم میگم ما کاری نکردیم. تو انسان بیشرف. نکو، قسم نکو، خواهش میکنم سنجر. اگر نرسیده بودیم این دختر خود کشته بود. تو جواب بده لطفاً. حتما مادر مثل تو جواب نده. ما جواب میدم. بله. شب بخیر جنرال. شما هستین جنرال صاحب؟ دیر شده، به سنم بگوین که خانه بیاید جنرال. بچشم جنرال صاحب. چند دقیقه بعد میآید. بعد از نوشیدن قهوه خودش میآید جنرال صاحب. خوب است بنوشه. وقتتون خوش. چرا اجازه ندادین که خودم بکشم؟ چرا لوده گپ میزنی؟ عقلت از دست دادی. این چه قسم گپ است؟ پس من دروغ میگم. البته که دروغ میگی. چی میکنی؟ ها؟ من خانم دارم، متحل هستم. چوب باش. چرا خاموش باشم؟ سنم از اینجا ببر. عجله کن. بیدار شو، برات زنگ است. شوهرم است. بله شوهرت است. برو جواب بده. دنیز؟ تو دنیز از بین میبرم. چی شده احمق؟ زبانت قرد کردی یا که مرا نشناختی؟ پدر. پدر. گوش کو چی میگم. مرا زیاد مصروف نساز. اگه کارتش مصرف کنم و احمق جزای مرا میته. در ضمن تو چه قسم اولاد هستی ها؟ از من چی میخوای؟ چیزی نمیخوایم احمق. فردا از زندان آزاد شده. ابا گرفتن تو میم آماده باش. نیا،
هوش کنی نیایی تو را نمیخوایم. دینیز بگرفتنم هم میایه، شوهرم بگرفتنم میایه. ها شوهرت میاد تو را میبره. ایده کی برات گفت؟ البته گفتن نمیتونه که ترسیدم. دروغ میگی. اگر دروغ میگم پس چطور من از اینجا بیرون میشم؟ دید که برش درد سر هستی، گفتی خانم لعنتی را از ما دور کو، گفت هر چی بخوای برات میده. مگه پایت باور ندارم. تو پدر من نیستی، پشت من نبیا، شوهرم میایه. راست میگی، من پدرت نیستم اما بعد از این درد سر برات هستم. درد سر. بس است دیگه، بیا که بریم. بچه تو عقل خود از دست دادی؟ چرا میگی که متأهل هستی؟ به خاطر که متأهل هستم گفتم پدر. کوشش کن که مثل یک انسان متأهل رفتار کنی. چرا بالای دختر مردم تجاوز کردی؟ پدر اول شما برم حساب بتین. خانم رعنا گفت که الیفا میخواستین از بین ببرین. چرا؟ خانم رعنا گفتم تو نیست، اما ما به هیچ کس نگفتیم. ما با چشمای خود دیدیم، فهمیدیم. همه را فریب داده میتونی، اما ما و مادرت فریب داده نمیتونی. ما کاری نکردیم پدر، هیچ کاری نکردیم. بیبی گناه خود قبول کو، درست است؟ دهنت بسته نگاه کو و بالای هیچ کس تهمت بسته نکو. در ضمن ما به خاطر نجات دادن خانم تو همراهی او به وجدان معامله کردیم. منظورت از به وجدان کی است؟ یلماز میگی؟ البته که یلماز است. وقتی تو اینجا همراه سنم بودی ما زندگی خانومت نجات دادم. بچه احمق، آله باید قیمتی کارت بپردازی. این موضوع را بسته میکنی. منظورتان چی است؟ میخوایم طلاقش بدی. دیگه قسم موضوع بسته نمیشه. از او جدا شو، همراه سنم ازدواج کن. بگی جانم. حالا بچه خود کردم، کلا چیز از بین رم. بعد از این هیچ کس همه بررسی نمیکنه. ای قسم نگو، ما هیچ وقت تو را تنها نمیمانیم سنم. اما دینیز خوب متحل است نیم. البته که نخیر جانم، تو غلط در کردی. او به خود نبود، اتا متوجه گپای خودم نیست. نخیر او خبتو گم میگه که باید ندارم. باید نداشته باشه، ما خود تو را دیدیم. کافیست که تو صبر کنی دخترم، من یک راه حل پیدا میکنم. گریه نکو یک دانیم. من همیالا میرم که برات موی خوش کن بیارم دخترم. پدرت نباید ای باره چیز بفهمه، درست است؟ پدر شما مرا نشناختین. هر کار میکنم ولی این کار نمیتونم. دینیس بیبی، برای اولین بار در زندگیت خودت نشه ساختی. این کار احمقانه را انجام دادی و حالی میگی بیاد ندارم. من الیفا دوست دارم، همه قدر میفهمم. سنم اینجا بیا، میخوایم امروز گپ بزنم. دینیس سنم کجاستی؟ چی گپ از بچیم؟ او ده تشناب است. دینیس بس است دیگه. اعلام کنین. کجاست؟ رفته؟ یا باید با دینیز گپ بزنم یا که از اینجا فرار کنم.